آرایشگر یک اسکناس $1 را در یک دست و 2 سکه 25 سنتی در دست دیگرش گذاشت. سپس پسرک را صدا زد و پرسید: پسرم، کدومش رو میخوای؟ پسرک سکه ها را برداشت و رفت. آرایشگر گفت: نگفته بودم این بچه هیچ وقت یاد نمیگیره. بعداً وقتی مشتری آرایشگاه را ترک کرد، همان پسرک را دید که از مغازه بستنی فروشی بیرون می آید. مشتری گفت: پسرم، میتونم یه سوال بپرسم؟ چرا سکه ها را برداشتی به جای اسکناس $1؟ پسرک در حالی که بستنیش را میلیسید پاسخ داد: چون اگر اسکناس $1 را بردارم، آرایشگر دیگه برای اینکه به بقیه ثابت کنه من احمقم، پول مجانی به من نمیده. پس دفعه بعد که خواستی کسی را قضاوت کنی، یادت باشد شاید او دارد بازی متفاوتی بازی می کند، بازی‌ای که تو قواعدش را نمی‌شناسی. اگر هنوز به ما نپیوسته اید، ممکن است دیگر ما را نبینید. اما اگر پیوسته اید، تبریک، شما هر روز در حال رشد هستید.